قرآن میگه قل بگو ای پیامبر ان کنتم تحبون الله، اگر خدا رو دوست دارید. خوب گپیه. حالا انسان میتونه ادعا کنه که من فلانی رو دوست دارم، ولی طرف مقابل شرطه که او دوست داشته باشه. ان کنتم تحبون الله، هر کس که دوست داره الله را، اگر باز میخواه که الله همور به عنوان دوست انتخاب کنه، حالا چی یهودیه، چی مسیحیه، چی بوداییه، چی برهماییه، چی هندونیزمه، در هر گوشه ای از دنیا که باشه، راه رسیدن به الله بگو ای پیامبر فتبعونی، مرا پیروی کنید. پیروی کردن از جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم سبب دوستی با الله میشه. فتبعونی یحببکم الله، الله دوست میگیره. پس ما باید متوجه باشیم که وقتی به دستورات رسول خدا عمل کردیم، به قول رسول خدا عمل کردیم، آنجا محبوب خدا میشویم، دوست خدا میشویم. حالا ادامه بحث که در آستانه اول سال و یا سال نو قرار داریم و به اصطلاح روز نوروز که امروز گفته می شود. حالا از دیدگاه اسلام نوروز چی جایگاه و از کدام تاریخ آمد؟ ارتباط به نوروز و مهرجان این دو روز هست، روز اول بهار و روز اول خزان. خلاصه و مختصر اشاره می کنم. پادشاهی بوده به نام جمشید. قبل از این پادشاهی بوده که از زردشتیان به آتش پرستان و مجوسیان این احترام آنقدر که باید به آتش داشته باشه نداشته. بعد وقتی جمشید پادشاه میشه، زمانی که پادشاه شد احترام خاصی برای آتش میگذارد. وقتی که او احترام خاصی به آتش میگذارد، پیروانش مجوسی ها، آتش پرست ها همان روز را به عنوان روز نو نوروز که میگویند او را مسما میکنند. بعضی در تاریخ می نویسند روزی که زردشت به دنیا آمد همان روز اول سال بود، به نوروز بود، مجوسی ها او را تجلیل گرفتند. پس خلاصه تجلیل از نوروز تاریخ بیان میکنه که این عید مجوسی ها، زردشتی ها، آتش پرست ها بوده. پس بناهن هر دینی، هر مذهبی، هر روشی دینی داره. حالا یهود چی میکنه؟ یهود روز شنبه احترام داره. مسیحی روز یک شنبه احترام داره. ما و شما که مسلمانیم سید الایام روز جمعه روز مبارکیه. پس بناهن سروران عزیز و بزرگوار باید که ما و شما به این متوجه باشیم که مسئله نوروز، چون بحث ما ارتباط به نوروز، بحث ما ارتباط به فرهنگ بیگانه و اینها دور خورد، چون بحث ما این بود که روز جمعه روز مبارکی برای مسلمان هاست، روز شنبه عید و یا روز به نزد خودشان مقدس به نزد یهودی ها و روز یک شنبه هم به همین ترتیب به نزد مسیحی ها. هر کدام عیدی دارن. سال یک مرتبه مجوسی ها عید دارن که نوروز هست. سال یک مرتبه مجوسی ها عیدشان نوروز و مسیحی ها عیدشان همان جشن کریسمسی که سال یک مرتبه. من در یک اخباری دیدم که نوشته کرده بود که در یک مجله که در کشورهای اروپایی زنا و شراب و بیبندوباری و بیحیایی یک سال متواتر همه یک طرف و همان شراب و بیحیایی و زنا و اینهایی که در همان شب جشن کریسمس در اروپا و اینها صورت میگیره یک طرف. پس این عیدشان هست.
اما مسلمان ها هم عید دارن، ما و شما هم عید داریم. عید مسلمان کجا هست؟ باید ما عید خود را بشناسیم. پیشتر اشاره کردیم که با طریقه جناب محمد و رسول الله صلی الله علیه و سلم به طور خلاصه و فشرده آیات و احادیثی را که تلاوت کردم ترجمه می کنم. الله سبحانه و تعالی می فرماید قد جعل الله ثم بعثناك على شریعة من الامر فاتبعها. ای پیامبر، ما برای تو و تو را در یک شریعت قرار دادیم، در یک دینی. فاتبعها، ای پیامبر از او دین پیروی کن. ولا تتبع اهواء الذین، پیروی نکن خواهشات او کسانی که لا یعلمون، نمیدانند. حالا در این آیات وقتی گفته میشه تو ای پیامبر، مخاطب پیامبر هست ولی مراد ما و شما هستیم، امت هست. آیه دیگر میفرماید ولئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم. اگر پیروی کنی ای پیامبر، اگر پیروی کنی اهواءهم، خواهشات مجوسیان را، خواهشات یهودیان را، خواهشات مسیحیان را و خواهشات انسانهای گمراه را، ولئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك العلم، من بعد ما جاءك من العلم، وقت برای تو علم آمد، وقت دانستی، وقت نوروز را شناختی، وقت جشن کریسمس را شناختی، وقت روزهای مقدس و اینهایی که در غیر اسلام می باشن اونها را شناختی، اگر پیروی کردی. این به پیامبر میگه الله سبحانه و تعالی. گفتیم مخاطب پیامبره و مراد ما و شما هستیم. انک اذا لمن الظالمین، هر آینه تو از جمله ستمگاران هست. آیه دیگر میفرماید ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. یهود و نصارا از شما راضی نمیشوند، 100 مرتبه که به جشن کریسمس بروید از شما راضی نمیشوند، حتی تتبع ملتهم، تا پیروی آنها را بکنی. حتی تتبع ملتهم. قل بگو ای پیامبر ان هدی الله هو الهدی. اگر دنبال هدایت میگردید، هدایت خداوندی است. ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذی جاءك من العلم ما لك من الله من ولی ولا نصیر. اگر پیروی خواهشات انسانهایی که اونها غیر مسلمان هستند، اگر پیروی اونها را کردی، هیچ یاور و مددگاری برای تو نیست. اینها آیات قرآن بود که باید یک مسلمان از محافل و مجالس کفار و از اعیاد کفار، از روزهای عید کفار باید پرهیز کنه. حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که حضرت انس روایت میکنن، میفرمایند که رسول خدا وارد مدینه شدند. وقتی در مدینه منوره آمدن، دیدن که مردم ها 2 روز را ساتیری دارن و بازی دارن. پرسان کردند که اینها چگونه روزهایی است؟ گفتن اینها روزهایی بوده که ما در دوران جاهلیت این روزها را بازی میکردیم و تفریح میکردیم. از اون روزها کدام روزها بود؟ یکی روز نوروز بود و یکی روز مهرجان که اول خزان هست. بعد رسول معظم اسلام فرمودن ان الله قد ابدلکم، همانا خدای تبارک و تعالی این 2 روز را تبدیل کرد برای شما، خیرا منهما، بهتر از این 2 روز را برای شما انتخاب کرد. یوم الاضحی و یوم الفطر. مسلمان هم عید دارد، عید قربان عید مسلمان هست، عید رمضان عید مسلمان هست. در طول هفته یک روز که عید هست، سید الایام روز جمعه هست. دیگه مسلمان عیدی نداره که بگه عید نوروز. دیگه مسلمان عیدی نداره که بگه فلان روز و فلان روز عید هست. آثار صحابه و سلف راجب به این که مخالفت با مشرکین و اعیاد مشرکین، در بیهقی به سند صحیح در سنن کبرا به سند متصل از حضرت عمر رضی الله تعالی عنه روایت میکنه. میفرمایند حضرت عمر لا تدخلوا على المشرکین فی کنائسهم یوم عیدهم فان سخطة تنزل علیهم. به جایی که مراسم مشرکین
گفتیم هم نوروز اعمال کینه؟ اعمال مجوس مشرک. نوروز هر کسی تجلیل میگیره که مجوسی ها هستن، عید میگن. به همین ترتیب پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که فرمودن قول ما و قول صحابی مر بگیریم، این قول حضرت عمر هست، میفرمایه شما داخل نشیم در کلیساها و در جاهایی که مشرکین عید میگیرن. چرا؟ فإن سخطة تنزل علیهم، به اونجی غضب پروردگار میآیه. جایی که خلاف قرآن و اسلام بود غضب پروردگار میآیه. وقتی غضب پروردگار آمد شامل حال شما هم میشه، میگه نریم به اونجی. حضرت علامه علی قاری هیروی در مرقات المصابی شرح مشکات المصابی در باب العیدین صفحه 490 و 491 میفرمایند من اشترى شيئا لم يكن يشتريه في غيره واهدى فيه هدية الى غيره فإن اراد بذلك تعظيم اليوم كما يعظمهم الكفر فقد كفر. میفرمایند کسی که به روز نوروز چیزی را بخرد و برای کسی او را هدیه بدهد و برای او بخشش کند به شرطی که تعظیم نوروز را داشته باشد. شرطی او اینه. حالا اگر کسی تعظیم نوروز را نداشت که مشکلی نداره. اگر کسی تعظیم نوروز را داشت و نوروز را تعظیم کرد و او را عید گرفته، میفرمایند کما یعظمهم الکفر، چنانچه که مجوسی ها او تعظیم میشمارند، فقط کفر، او انسان کافر میشه، از دایره شریعت بیرون میشه. قول دیگری که در رد المحتار جلد 5 آدرس کتاب ها میگویم به خاطر که اگه کسی سوالی در ذهن او پیش میاد میتوانه ببینه. رد المحتار جلد 5 کتاب الخنسا مسائل شتا صفحه 532 بحر الرائق کتاب خنسا همچنین در مسائل شتا 487 میفرمایند لو ان رجلا عبد الله 50 سنة ثم اهدى لمشرك يوم نيروز بیزه یرید به التعظیم اليوم فقد کفر و حبط عمله. یک انسان مسلمانی اگر در روز نوروز یک تخم مرغ که چیز بی ارزشیه، حالا یا تخم مرغی یا دسته گلی یا شی دیگری ببره برای انسانی که او احترام به نوروز داره، برای از او بده، برای یک انسان مشرکی بده. اینایی که به مؤسسایان خیلی متوجه باشن که باز به همان رئیس یا بالاخره کلانی که هسته در اونجا نشه که خدای نخواسته به عنوان تبریکی نوروز و اینها برای از او چیزی بدن. اینجا میفرمایند اگر کسی به این روز چنین تحفه داد چه کار میشه؟ به خاطر تعظیم که بود، فقط کفر و حبط عمله. اگر 50 سال خدا را عبادت کرده باشه و سر به سجده گذاشته باشه، بر علاوه که کافر میشه تمام اعمال 50 سالی و حبط میشه. چی ضرورت روز نوروز روزی مثل امروز که نمیتونیم که چون روز جمعه مبارکه، حالا فردا تا پس فردا اول ساله، فرق پس فردا تا پستر فردا هیچ نیست، روزیه. به همین ترتیب که بالاخره شنبه، یک شنبه، دوشنبه، اول حمله، دوی حمله، دیگه کار اضافه تری نیست. پس بناهن چون وقت تمام شده هیچ کس نمیتواند به شریعت برایش اجازه نداده که غیر از دو عید اضحی و عید فطر و همچنین در هفته یک روز که روز جمعه است دیگه برای خود عید انتخاب کنه. پس بناهن روز نوروز هیچ کس نمیتواند رخت نو بپوشه، هیچ کس نمیتواند غذای خود تغییر بده، هیچ کس نمیتواند شیئی که هیچ روزی عادت نداشته او را بخره. حالا اگر به طریق عادت بود هیچ مشکلی نداره. مثلا روز یک شنبه اول حمله، حالا اگر کسی عادت داره یک روز در میان لباس میپوشه، امروز پوشیده باز پس فردا میپوشه، هیچ مشکلی نداره. کسی عادت داره همیشه از بازار همان سودایی که میگرفته بگیره، هیچ مشکلی نداره. پس بناهن به تعظیم نوروز که نوروز را احترام بگذاره، اینجا از دایره شریعت بیرون میشه. پس این عزیزان من باید هر کدام ما و شما متوجه باشیم